یه روز یه عده برنامه‌نویس و هنرمند خلاق دور هم جمع شدن و گفتن چی میشد اگه بشه یه اثر دیجیتال رو طوری فروخت که مثل یک تابلوی نقاشی اصل فقط یه نفر مالکیتش رو داشته باشه. اینطوری بود که NFT یا همون توکن غیر قابل تعویض به دنیا اومد. NFT ها از روی بلاکچین های مشهوری مثل اتریوم متولد شدن و هدفشون این بود که مالکیت آثار هنری، کارت های کلکسیونی و حتی زمین های متاورسی رو به شکلی امن و شفاف به افراد انتقال بدن. اولش همه گفتن این دیگه چه مسخره بازیه. ولی کم کم چیزهایی مثل کلکسیون های بورد ایپ یاچ کلاب یا کریپتو پانکس و کارت های دیجیتالی بازی ها قوقا به پا کرد و قیمت هاشون به میلیون ها دلار رسید. اما مثل هر ترندی این داستان هم پسیا و بلندی های خودشو داشت. مردم متوجه شدن که همه NFT ها هم اونطور که فکر میکردن سودآور نیستن. بعضی ها به شدت افت قیمت کردن، پروژه های جعلی اومدن و بازار به یه مرحله اصلاح رسید. ولی با این حال NFT ها آینده درخشانی دارن، مخصوصا با ورود برندهای بزرگی مثل نایکی، گوچی و آدیداس به این بازار و پروژه های خفن در زمینه بازی و متاورس. حالا کدوم توکن های مربوط به NFT تو آینده میتونن سودآور باشن؟ یک IMX یا ایمیوتبل برای بازی های بلاکچینی با رشد بالا، تتا نتورک برای ویدیو و استریمینگ با NFT، ENJ یا انجین کوین مناسب برای دارایی‌های درون بازی، مانا یا دیسنترالند خرید زمین در متاورس، راریبل یا راری پلتفرمی که هر کسی میتونه NFT بسازه و بفروشه. خب آماده ای وارد دنیای NFT بشی؟ شاید میمونی یا زمینی بخری که چند ماه دیگه میلیونرت کنه. ولی حواست باشه این دنیا پر از ریسک و هیجانه، پس تحقیق فراموش نشه.